دیگر صد تو هستی؟ در قلب پایتخت دشمن صدام حسین در کنار برج آزادی یا خدا گفتی میای اومدی؟ ترانی قائم کرد. گفته بودم میام ایران، اومدم ایرانم. اگر راست میگی و واقعا تهرانی تا 1 ساعت دیگه باید هتل بشی. الله اکبر. خاک به سر خواهرتو گذاشتی دم در؟ وای نمیدونی چقدر ذوق دارم ببینم. خوبی علیمه جون؟ مگه میذارن خوب باشی؟ اونت ماچت کرده بیا ببوس. بیا. باز که ماچت کرده. ایو میگم خفنا. صورتت ماتیکیه. خودت ایماچ میکن. آقا کجا؟ یه بالا. الانه که سرعه خانم به تکیه گاه احتیاج داره، به کسی که مثل تیر بهش تکیه کنه. مثل من. من که نمیخوام شب اینجا بمونم، من میرم خونمون. بفرمایید گم شدید. دارم 1 ساعت اونجا دنبال چی میگردی؟ تاتلیس شاد. وای چی هم هست؟ مصب شادشم غمگین. صدام همکنون در سینماهای سراسر کشور.